الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقفنا عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. رب این معبود است، یعنی ذاتی که وی را عبادت میکنند، ذاتی که وی را عبادت میکنند او معبود است. و دلیل قوله تعالی، دلیل میآورد که تفسیر رب چه بودنش را؟ معبود بودنش را. الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الناس، قبل از همین سخن شیخ همین آیت دلیل آوردنش، والله من تصور نمیکنم که رب به معنای معبود است. میدونم که پروردگار یعنی ذات من، اما دلیل چه خیلی رب به معنای معبود است نمیدونست. شیخ میگه که یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، عبادت کنید پروردگارتون را. وقتی که شما عبادت کنید شما عابد میشه. اون ذاتی که شما عبادتش میکنید چی میشه؟ معبود میشه. فهمیدید؟ همون ربی که گفتیم که عبادتش کنید و نمی معبود است. میگو الذی، ذاتی که خلقکم، این توحید ربوبیت هم آورده، الوهیت هم آورده. اعبدو کی گفت چی توحیدی چی داخل بشه؟ عبادت، الوهیت. با شرح میتونه میگه که الذی خلقکم، ذاتی که شما را آفرید، والذین من قبلکم، کسانی که پیش از شما بودند، لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا بکنید. الذي جعل لكم الارض فراشا، ذاتی که برای شما زمین را بستر آفرید، قرار داد. و السماء بناء، و آسمان را چه؟ بنا، شفت بر زبر شما است. و انزل من السماء ماء، و از بالا آب را فرود آورد، چون که سما در لغت عرب هر چی بالا هست اوی سما میگوید. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس بتفیل اون آب باران از تمام انواع میوه ها برای شما همچون روزی برابر. فلا تجعلوا لله اندادا، شما برای الله همتایان قرار ندهید. و انتم تعلمون، و حالا که شما میدانید که او، یعنی حالا که شما توحیدی چی را میدونید؟ یعنی ربوبیت میدانید. شما میدونید که او آفرنده است، او روز دهنده است. همچنین در توحید و چی؟ در توحید عبادت شما او را با او یگون چیز و یگون کس شریک قرار ندهید. برای ما میگوید که و انتم تعلمون، حالا که شما میدونید که وای شریک ندارد. هم خلاص شخل میشه است که مثلا کی شما روزی میدید که زمین آفرید که آسمان آفرید، شما میگید که الله یک تا میگید، نمیگید که الله و معه فلان، نمیگید که اما دم که هم یک تا باشه عبادت هم برای هم یک تا. ها نه. وقال الشارح صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله والرب هو المعبود، قول مؤلف کی گفت رب این معبود است، ای هو الذي يستحق العباده، یعنی هوای است، ذاتی که حق بر و لایق عبادت است. و اما غیره فلا يستحق العباده، اما غیر او باشد وی حق بر و لایق عبادت نیست. لأنه ليس ربا، چرا؟ چون که رب نیست. هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله تعالى بقوله الرب والمعبود، يعني وجه دليل كلام الشيخ که رب این معبود است همین است، يعني هو الذي يستحق العباده، يعني او ذات است که حق بر عبادت می باشد. ثم ايضا لا يكفي ان الانسان يقر بالربوبيه، سپس میگوید نیز کفایت نمیگه، بسندگی نمیکند که انسان اقرار باشد به توحید ربوبیت بس، بل لابد ان يقر بالعبودیه لله سبحانه و تعالی، بلکه باید که اقرار باشد به عبودیت برای الله سبحانه و تعالی، یعنی باید که به توحید عبودیت هم اعتراف کردنش در کار و یفعلها مخلصا له سبحانه و تعالی، و آن را انجام باید دهد، توحید یعنی عبادت را باید که او یعنی انجام بدهد اخلاص کرده برای الله سبحانه و تعالی. فما دام اقر انه الرب، بس تا آن وقتی که او اقرار است
رب بودن او الله سبحانه و تعالی، فانه یلزمه ان یقر انه هو المعبود، باید که مثلا وی را لازم می شود که اعتراف بکند او معبود است. و ان غیره لا یستحق شیئا من العباده، باید در آن عقیده باید باشد که یگان غیر از الله سبحانه و تعالی یگان چیز از انواع عبادت را حق بر و لایق شده نمیتواند. و دلیل علی ان العباده خاصه بالرب، دلیل نسبتی آن که عبادت خاصه به پروردگار می باشد قول الله سبحانه و تعالی است که ای مردم پروردگارتون عبادت کنید، ذاتی که شما را آفرید و کسانی که قبل از شما بودند شاید که شما تقوا بکنید، ذاتی که برای شما زمین را بستر آفرید و آسمان را همچون بنا و از آسمان یعنی از بالا باران را فرود آورد، به طفیل او از انواع میوه ها همچون روزی برای شما برآورد، شما برای الله همتایان را قرار مدهید و حال آنکه شما میدونید. یا ایها الناس هذا نداء من الله لجميع الناس المؤمنین والکافرین، این نداء از جانب الله سبحانه و تعالی است. علما مکی خود شرح بود اولین ندایی که در قرآن اومده همین است، این نداء است از الله سبحانه و تعالی برای جمیع مردم، برای مؤمنشون و برای کافرشون. لأن الله ذكر في هذه السورة، چونکه الله سبحانه و تعالی در این سوره ذکر کرد، یعنی سوره البقره، در سوره بقره تفسیر عطفی بیان میگوینه انقسام الناس على ثلاثه اقسام، در این سوره تقسیم شدن مردم را به سه قسم بیان کرد. القسم الاول المؤمنون الذين يؤمنون بالغیب، قسم یکم مؤمنایی میباشند که به غیب ایمان میآورند به نادیده، یؤمنون بالیوم الاخر، بر روز بازپسین بر روز آخر ایمان میآورند. و وصفهم بانهم هم المفلحون، و در آخر اونها را وصف کرد که اونها رستگاران و نجات یابندگان به جنت پیروز شدگان و از دوزخ خلاص یافتگان همینا هم گفت در قول خود که اولئک علی هدی من ربهم، ایشان هستند در هدایت از جانب پروردگارشون، و اولئک هم المفلحون، و ایشان هستند رستگاران. القسم الثاني الكفار الذين اظهروا الكفر والعناد، کافرهایی که دویم قسم کافرهایی میباشند در این سوره ذکر کرد که ایشان کفر را روش نکردن، کفر و گردن شخی را چیکار کردن؟ اظهار کردن، نمایان کردن، طوری که در باطنشون است. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بدرستی کسانی که کافر شدن یکسان است برای ایشان، برابر است برای ایشان، فرق نداره برای ایشان، خواه تو ایشان را بیم کردی یا بیم نکردی ایشان ایمان نمیارن چون کافرن. القسم الثالث المنافقون الذين ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين، قسم سومی در این سوره ذکر شده منافقایی میباشند که نه با همراه کافرها میباشند و نه با همراه مؤمنان، مذبذبین بین ذلك، یعنی در اضطراب هستند در بین این، و یا کسانی مضطرب یعنی که در هیجان هستند، لا اله هؤلاء، نه انق با همراه این طایفه میباشند، ولا اله هؤلاء نه با اون طایفه. فهم مؤمنون في الظاهر، در ظاهر مؤمنن، لكنهم كفار في الباطن ولی در باطن در درون کافرن. یعنی منافق برای همون اظهار میکنن خلاف آن چیزی که در درونش هست، در درونش چیزی هست هوای آشکار کند هوای همان است. مفهوم؟ یعنی اگر در دلش ایمان باشه اظهار کند و مؤمن است، اگر در دلش کفر باشد و کفر اظهار کنه و کافر است. هم خیر است. اگر در دلش چی باشد؟ کفر باشد و اظهار کنه و منافق است. چی گفتم من؟ اظهار نکنه. من بارک الله. نه، در دلش اگر کفر باشد و یعنی در ظاهر یعنی که خودش دعوای ایمان و مؤمن مسلمان گیره و منافق است. نعوذ بالله. از همه یعنی که بدترین فرقه. نعم. و هؤلاء شر من الكفار المجاهرین بکفرهم، اینها از اون کافرهایی که کفرشون جهرا میگویند و یا بدترند. ولهذا انزل الله فيهم 12 آیه، برای خاطر است که الله سبحانه و تعالی در حق اونها چند آیت یعنی که 10 آیت بیشتر یعنی که ذکر کرد در حق اینها در دوام سوره، بعضی روایات یعنی 13 آیت در حق اینها نازل کرد. بینما انزل در اون اثنا که نازل کرد در حق مؤمنها آیت‌های کمی و در حق کافرها 2 آیت بس. یعنی در حق مؤمنان اگر 5 آیت ذکر کرده باشد، در حق مثلا کافرها 2 آیت ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هم کلمه
اگر خیلی گفته باشه در حق اینا دوامی سوره میبینه تا ان الذی یا تا همین ندا سر شدن چی اومده دیگه قریب 13 آیات به حق اون بدبختان نازل شده دیگه. اما المنافقون فبدأ ذكرهم من قوله، اما منافقان الله سبحانه و تعالی ذکر اونها را آغاز کرد از قول خودش، گفت که و من الناس من یقول آمنا، پاره از مردم هستند کسانی که میگوید که ایمان آوردیم، تا قول خود که یکاد البرق یخطف ابصارهم تا آیه 20. برق قریب است که دیده ایشان را بره باید، یعنی دزدیده گیرد، قریب که چشمشون رو کور بکند. هذا كله في المنافقين، این همین آیه از آیه 8 تا 20 در حق منافق است. لشدت خطرهم، برای چی قدر آیه بسیار، برای خاطر سخت بودن خطر ایشان، و قبح فعلهم، برای بیزه بودن کار و افعالشون، قباحت کارشون. ولما ذكر هذه الاوصاف الثلاثه، وقتی که الله سبحانه و تعالی ذکر کرد این اصناف الثلاث، این سه صنف، وقتی که الله سبحانه و تعالی ذکر کرد، قال در دوام گفت که یا ایها الناس، ای مردم، ای مردم. اینجا لمای حینیه میگوینه، لمای چه؟ حینیه هست که این رابطه با فعل موضوع، در جوابش هم در دوامش هم فعل موضوع خبر میگه. لما ذكر هذه الاوصاف الثلاثه قال، خدا دوامش ما قال ما فهمیده؟ اینه لمای چی میگه؟ لمای حینیه میگه، پیوسته به فعل موضوع میگه. گفت ای مردم، فهذا دعاء لجميع الاصناف المؤمنين والكفار والمنافقين، این نداء، این دعاست، این دعوت است میگه برای جمیع صنف ها مردم، مؤمن ها و کافر ها و منافقان. قال علماء گفتن که اول نداء في المصحف هو هذا یا ایها الناس اعبدوا ربكم. علماء گفتن که اولین ندایی که در یعنی که مصحف چشم شما او را میبیند همین است، یا ایها الناس اعبدوا ربكم است. اعبدوا فعل امر صحیح، ای اخلصوا له العباده، معناه شما برای الله عبادت را کنید، خالص بکنید، یعنی از شرک تازه کنید. آلودی داغی باید که شرک در اون باشه، خواه شرک بزرگ باشه، خواه شرک کوچک باشه، خواه شرک خفی باشه. لماذا؟ برای چی؟ لأنه ربكم، چونکه او پروردگار شما ہے. والعبادة لا تصلح الا للرب، عبادت تنها برای پروردگار درست می باشد. ثم ذكر الدليل على ذلك، بعد از آن دلیل را به آن ذکر کرده و هو قوله الذي خلقكم، ذاتی که شما را آفرید، والذین من قبلكم، ذاتی که آفرید کسانی را که قبل از شما بودند، من الامم كلهم، از تمام امتها. خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات، الله سبحانه وتعالى فرشتگان جنها و انسانها و جميع المخلوقات آفرید. لعلكم تتقون، شاید شما تقوا بکنید. تقوا کی میشه؟ اذا تدبرتم هذا، وقتی که همین شما فکر کنید، تدبیر و اندیشه بکنید، نگاه کنید این آیه. فلعل هذا ان يسبب لكم التقوى، شاید که این کار تفکر کردن ممکن خاطرتون برون داشت، انسان خاطر میبره، شاید که این تفکر کردن سبب میشه برای شما، چرا؟ باعث تقوای شما میشه. اذا تدبرتم، وقتی شما تدبر و اندیشه بکنید که انه الذي خلقكم، او بود ذاتی که شما را آفرید است، و خلق الذين من قبلكم، و آفرید از کسانی که قبل از شما بودند. لعلكم تتقونه سبحانه و تعالی، شاید که شما از او سبحانه و تعالی تقوا بکنید فی عبادته، در عبادتش. لأنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالى، چونکه از عذاب او سبحانه و تعالی یگان چیز داشتن نمیتونه شما را مگر طاعت او. لعلكم تتقون عذابی و تتقون النار، شاید که شما از عذاب من تقوا بکنید و از دوزخ تقوا بکنید. لأنه لا يقيكم منها، چونکه از اون آتش شما را نگه داشتن نمیتواند. الا عبادت ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، مگر عبادت پروردگارتون، ذاتی که چیکار کرد؟ شما را آفرید و کسانی که قبل از شما بودند. ثم واصل الاستدلال
على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى بقوله بعد از الله سبحانه واصل بمعنى داوما بعد دوام داد با دلیل آوردن را به ربوبیت و عبودیتش سبحانه و تعالی به قول خویش گفت جعل لكم الارض فراشا ای بساطا زمین را برای شما کرپا گلیم بستر قرار داد و جعل والله جعل لكم الارض بساطا در دیگه آیات آورد دلیل الله برای شما زمین را بساط گلیم یعنی قرار داد ای مبسوطه کشاده به این معنی که به معنی کشاد و فراشا و کرپا ای تفتریشونها او را مثال گیریم تفتریشون اصلا معنی تنگ میکنه یعنی میره بالاشان سر میکنه کشاد تنامون علی بالاشان مثلا خواب میکنه تبنون علی بالاشان بنا میکنه تزرعون علی ظهر بالاشان ده مثلا کشت میکارد تسیرون علی بالاشان سیر میکنه فی سفرکم در سفرتون اینما تريدون کجا کی خواهید فالارض فراش و مهاد خلاصه یعنی که این زمین یک کرپه و یک باششگاه و قرارگاه می باشد که نه اونقدر او را سخت کرد که از اونجا یگون چی نروید و نه اونقدر او را ملایم کرد که مثال یگون خانه بالاشن قرار نمیسد فرو می رفتن والارض فرشناها فنعم الماهدون زمین را ما میگو تنک کردیم چی بزرگ است میگو انا کسانی که چیکار کردن تنک کردن این همه تنک کردن نمیتونن بگن لاجل مصالحهم همه برای خاطر چیه برای فایده شما است و السماء بناء و آسمان را بنا شفت قرار داد ای فالسماء و سقف الارض این شفت زمینه و فيها مصالح للعباد در اون آسمان هم فایده و مصلحت برای بندگان و انزل من السماء ماء و از آسمان باران را فرود آورد فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و بتفعیل اون آب از هر انواع میوه ها رزق روزی برای شما برآورد فلا تجعلوا لله اندادا شما برای الله همتان قرار مدهید و انتم تعلمون و حالا که شما میدانید که او همتا ندارد پس صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا